سیگنال پرهزینه. پاتاگونیا چجوری با گفتن کلمه نخرید فروشش رو بیشتر کرد؟ توی دنیایی که پر از شعارهای تبلیغاتیه چجوری میشه به صداقت یه برند اعتماد کرد؟ نظریه سیگنال دهی پرهزینه Costly Signaling میگه بهترین راه برای اثبات صداقت انجام کاریه که ظاهراً به ضرر اون سازمان تموم بشه. به عبارت دیگه برای اینکه تعهدت رو ثابت کنی باید یه هزینه واقعی بدی. برند لباس پاتاگونیا استاد اجرای این استراتژی جسورانه است. معروفترین مثالش کمپین تبلیغاتی تمام صفحه این شرکت توی روزنامه نیویورک تایمز توی جمعه سیاه، شلوغ‌ترین روز خرید سال بود. تیتر بزرگ تبلیغ عکس یکی از ژاکت‌های پرفروش شرکت بود با این جمله شوکه کننده: این ژاکت را نخرید. توی متن تبلیغ توضیح داده بودند که برای تولید این ژاکت چقدر از منابع طبیعی مصرف میشه و از مردم خواسته بودن قبل از هر کالای جدیدی به نیاز واقعیشون فکر کنن و به جاش لباسهای قدیمیشون رو تعمیر و دوباره استفاده کنن. این حرکت توی نگاه اول یک خودکشی تجاری به نظر میرسید، اما در واقع نبوغ محض بود. هر برندی میتونه ادعا کنه که سبزه و دوستدار محیط زیسته، اما وقتی یه شرکت تجاری توی مهمترین روز فروش سال به شما میگه کمتر خرید کنین، داره یه سیگنال فوق‌العاده قوی و پرهزینه میفرسته که نشون میده تعهدش به پایداری یه باور عمیقه، نه فقط یک ترفند بازاریابی. این صداقت رادیکال احترام بی‌نظیری برای پاتاگونیا در بین جامعه هدفش، آدم‌های آگاه و دوستدار محیط زیست، به وجود آورد. فروش این شرکت نه تنها کم نشد بلکه توی سالهای بعد شدیداً بالا رفت، چون شما با افتخار برندی رو میپوشیدین که نماد ارزش‌ها و باورهای خودتون بود. پاتاگونیا نشون داد که توی دنیای بی‌اعتمادی صداقت حتی اگه به قیمت از دست دادن سود کوتاه مدت تموم بشه بهترین استراتژی بلند مدته.